بهشته ارغن میگوید که وقتی ناگهانی یک منصبدار طالبان به استودیوی تلویزیونی تلونیوس افغانستان وارد شده از او تقاضای مصاحبه کرد، اول سر و لباس خود را به معیارهای گروه اسلامگرا موافق نمود. آن وقت از اشغال کابل از طرف طالبان همگی 2 روز گذشته بود. مصاحبه بهشته در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت، زیرا او اولین روزنامه‌نگار زن در افغانستان شد که با عضو طالبان سوال و جواب کرد، ولی این حالت دیر دوام نیافت. این خانم 23 ساله میگوید روز 24 آگوست با کمک برنده جایزه نوبل ملاله یوسفزی از افغانستان به قطر فرار کرد. طالبان زنها را قبول ندارند. وقتی یک گروهی آدمان شما را همچون انسان قبول نمی کند، درباره شما تصوری خوب ندارند. باور کنید این دشوار است. ظاهراً مصاحبه یک بخشی از معرکه رسانه‌ای طالبان با هدف نشان دادن چهره معتدل‌تر آنها بود، زیرا طالبان وعده دادند که در مقایسه با دوران حکومتداری پیشینشان حقوق زنها را احترام کردن نمایندگان گروه و قوم‌های دیگر را شامل حکومت خود می‌کنند. اما بهشته ارغن میگوید طالبان زود از کارفرمای او یعنی تلویزیون تلونیوس تقاضا کردند که زنان کارگر حجاب بپوشند و در رسانه‌های دیگر فعالیت خبرنگاران زن را منع کردند. وی میگوید که گروه اسلامگرا همچنین از رسانه‌های محلی در افغانستان خواسته است که درباره اشغالگری و شیوه حکمرانی آنها گپ زدن را بس کنند. آن زمان بسیاری از همکاران بهشته ارغن علیه کشور را ترک کرده بودند. با وجود آنکه طالبان آزادی رسانه‌ها را کفالت داده گفته بودند که زنان به کار و تحصیل دسترسی خواهند داشت. دیر نگذشته او هم به صف 10,000 خارجی و شهروندان افغانستان پیوست که در فکر ترک این کشور بودند. شما فکر میکنید در آنجا روزنامه‌نگاران آینده دارند؟ فکر میکنید روزنامه‌نگار میتواند در افغانستان بماند؟ آنها میتوانند با عائله خود در افغانستان بایستند و زندگی کنند؟ وقتی برای من آینده نیست، چگونه میتوانم در افغانستان بمانم؟ چطور میتوانم به کار ادامه دهم؟ من تنها میخوام صدای مردم خود شوم، نه صدای گروهی که آمده تاکید کند آنچه را بگو که ما میخواهیم. بهشته ارغن میگوید از فعال پاکستانی ملاله یوسفزی خواهش کرده است که برای وارد کردن نامش بر روی خط فراریان در قطر کمک کند. این خبرنگار افغانستانی میگوید کشور و کسبش را که برخلاف خواسته های خانواده انتخاب کرده است دوست می‌دارد، ولی همه را گذاشت و این دفعه غربت را انتخاب کرد.